از یک طرف غریبی، از جانب دیگر یاد خویش و اقربان، یار و دوستان خیلی نوهنجارم ساخته است و همواره در سوز و گدازم. اما مصرع خواجه بزرگوار گویند سنگ لعل شود در مخان صبر کمی به دل تسکین و به آینده امید میبخشد. این نامه 17 می سال 1993 در افغانستان انشا شده است و در بینای رادیوی تاجیکستان از طریق برنامه خاک وطن صدا داده بود. مؤلف این نامه نفری است که با همین منوال صدها مکتوب از نام فراریان غریب تاجیک را در افغانستان انشا کرده است و ده ها تن از خانواده ها پس از صدا دادن چنین نامه ها جرأت پیدا کرده و به وطن برگشتند و ما هم می رویم برای صحبت با مؤلف این سطرها به وادی وخش. حالا ما در جماعت تاجیک‌آباد در گذشته معروف به سفخاز ترکمنستان ناحیه وخش قرار داریم که بیشتر از 30,000 اهالی دارد و در سالهای جنگ شهروندی نزدیک 90% اهالی این جماعت به افغانستان فرار کرده بودند و اما در همین حوالی نفری زندگی میکند که باعث به برگشتن بیشتری فراریان این جماعت به وطن گشته است و محمد داوود مختاروف با دستان خودش نامه های اکثری آن شهروندان گریزه را نوشته است و آنها را به وطن برگردانده است. اکای محمد داوود سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. زیاد گفتیم شما را تا پیدا کردیم. ما از رادیو آزادی هستیم و میخواستیم در عرفه وحدت جشن وحدت با شما یک صحبتی داشته باشیم اگر اجازت باشد. چشم. اکای محمد داوود تا جای ما خبر داریم شما هم در زمان جنگ شهروندی حدود 1.5 سال در افغانستان همچون فراری بودید. یعنی به شما مراجعت میکردن که شما نامه نویسید؟ بله. اون کیها به شما بیشتر مراجعت میکردن و اون نامه هایی که شما مینویسید بیشتر در اون نامه ها چی درج میشد؟ اصلا همون نفرای مراجعت میکردن که سواد قضایی نداشتن، گذشته از این اخبارات های دقیق در اختیار نداشتن و هر نوع آوازها و هر نوع اخبارات ها با اون طرف مرز عبور می‌نمود. و همین خود ما مکتوب می‌نویسیم از طریق مکتوب‌ها و یا اخبارات دقیق در اختیار خود پیدا می‌نمودن و این سبب میشد که این موجب میشد که هرچی بیشتر پیشتر بازگشت همراهان ما به وطن تامین کرده شود. یعنی تقریبا اگر بگیم چقدر مکتوب نوشته بوده در طول 1.5 سالی که در افغانستان بودید؟ تقریبا حدود 100 مکتوب نشگیم. اون مکتوبا رو به اینجا کی می آورد؟ اون مکتوبا از طریق سازمان ملل متحد دمدان سازمان ملل متحد در اساس کمتر تلویزیون رادیو استفاده می‌گشتن. اونی که شما گفتید یکی از این مکتوب ها سببگاری تاسیس یکی از معروفترین برنامه هاش، میتونید مثلا بگید که اون محتواش از چی بارد بود اون مکتوب؟ محتوا مکتوب هم اصلا همین بود که در اون طرف مرز خبر پخش وقتی که اخبارات نیست هر گونه آوازها زیاد میشوند. خبر پخش گفتم که هنرمند ممتاز ملت رو استاد ظفرآباد رو قتل کرده بود، همراه فرزندانش. همین چیز باعث شد و ما مکتوب ارسال نمودیم. واقعا همین سبب شد برنامه خاک وطن تاسیس یافت و استاد بزرگ ظفر نظامی در از طریق برنامه نمود، دعا داد به این برنامه. من از نگاه شما همین نقش همین نامه ها تا کجا مؤثر است؟ بس مهم بودن با نقش همین نامه ها. اصلا اگر منطقاً گیریم همین نامه ها سبب شدن که همین در اختیار هر دو جانب گفتم که در اختیار یکدیگر اخبارات دقیق قرار بدهند. همین اخبارات دقیق، اخبارات مفصل هم سبب شد همین هر دو جانب به افق آمدن. اکای محمد داوود مثلا از میان همون 200 نامه‌ای که شما نوشتید بودن اون مکتوب هایی که تا هنوز در خاطر شما هست و وقتی که اون مکتوب می نوشتید تا اون حدی شاید هیجان زده بودید، شاید مثلا تاثیر بخش بود برای شما که نمیتونید تا امروز فراموش کنید؟ سال 1993 ما در ولسوالی امام صحیح ولایت قنوج دولت اسلامی افغانستان بودیم. اون تقریبا 10-12 هزار هموطنان ما
تگ خیمه ها زندگان می نمودن. مراموری زیاد بود. هم وقتا بر اثر همین آبهای افلاس بیماری خلیل به وجود آمده بود. همه به طریق عام مردم هلاک میشدند. هم یک نفر برادر ما نزدمون اومد با نام و نسب کوخانی سید اکبر و از من التماس نمود که یک نامه به عنوان پدر و مادرش ارسال نمودم که هر چیز زودتر شرایط محیط شد که من به وطن برگردم. بگذار من میرم ولی در خاک وطن خود. بگذار من میرم ولی در خاک وطن خود. و همینطور ما تصویر کرده وقتی هم مکتوب آدم رو می‌نوشتیم که هم برادر خواهش را در خاک وطن راستی همین اشک چشمان جوری میشد. ما هم مکتوب رو نوشتیم عنوان پدر و مادرشون و هم مکتوب سبب شد همین برادر خانم سید اکبر همراه اویلش همراه برادرها دیگرشون به وطن برگشتند. اما خودتون وقتی اینجا آمدید از اینجا به افغانستان مکتوب بله زیاد می‌نوشتم. اصلا سبب شد من هم مکتوب‌های منو قسمی زیاد همه میهنان ما اصلا همین مردم جماعت یا توشو بود ما سبب شدیم که هر چیز زودتر به وطن برگشتند. تشکر میکنیم به شما که مثلا بار دیگر خاطرات خودتان رو گردان کردید از اون دوره مدهیش و مثلا با ما نیز در میان گذاشتید اون چی که از سر شما گذشت و اون چی که شما کمک کردید و اونایی که اون لحظه مشتاق دیداری رو به وطن خود بودن و کمک کردید که اونها برگردن به وطن.